حالا شده دلت بخواد یه تغییری تو زندگیت به وجود بیاری ولی بهونه بیاری که شرایط و امکاناتم اوکی نیست و برای همین منتظر شرایط ایدئال میمونی و تغییر نمی کنی. یا اینکه به خودت قول میدی از فردا میچسبم به هدفام و شرایط اولیه رو برای پیش بردن آرزوهام مهیا میکنم ولی با 1001 دلیل آوردن برای خودت از انجامش تفره میری. مثلا میگی الان نمیتونم، پولشو ندارم یا حوصله ندارم یا اینکه حالا وقت دارم. اگه شما اینطوری هستید و دنبال یه راهکارید تا بتونید تغییر کنید، خوبه بدونید تو این ویدیو میخوام یه تکنیک 3 مرحله‌ای رو آموزش بدم. پس تا آخر این ویدیو با من بمون. سلام، شما شاهد یکی دیگه از ویدیوهای رشد ذهنی هستید. تو این قسمت قراره با همدیگه رشد کنیم و تمرین کنیم هنر خوب زندگی کردن و عنوان این قسمت عهد و پیمان. من توی کتاب هنر خوب زندگی کردن اثر رالف دابلی خوندم که دنیا عادل نیست و همیشه شرایط کامل برای یک فرد مهیا نمیشه. رالف میگه ما نباید منتظر یه شرایط ایدئال بمونیم و تغییر نکنیم، بلکه از جایی که هستیم باید شروع کنیم، چون که منتظر شرایط عالی موندن میتونه مانع حرکت بشه. رالف توصیه میکنه که بشین و بنویس که الان کجای زندگیت هستی و بعداً میخوای کجا باشی. وقتی جواب این 2 سوال رو واضح دادی، یه قدم کوچیک برای رسیدن به اون بردار. حتی اگه این قدم کوچیک یه اصلاح کوچیک رو به دنبال داشته باشه. بذار یه جور دیگه این مطلب رو برات بازگو کنم. خیلی راحت و خودمونی بگم، نذار زندگیت بیفته تو روزمرگی، بلکه مدام دنبال خواسته های جدید، علایق جدید و آموزش های جدید باش. شاید بگی چرا؟ چون اون قسمتی از زندگیت که تصمیم میگیری تا تغییر کنی خیلی مهمه. حالا اگه من و شما باهوش باشیم و قبل از اینکه اوضاع زندگی سخت بشه تغییر کنیم، اون وقته که زندگیمون گلستون میشه. دقیقاً مثل کارمندی که اکتفا نمیکنه به کار توی ادارش، بلکه به دنبال یه آموزش فنی میره تا بعد از یادگیری اون آموزش توی شغل دوم ازش استفاده کنه و نذاره وضعیت اقتصادی خودش و خانواده‌اش افت کنه. یه وقتایی شده که من و تو نشستیم و زندگی آدمای موفق دور و برمون رو رصد کردیم و با خودمون گفتیم چطوریه که همیشه اینو موفقند؟ چجوری تونستن زندگیشون رو اونطور که دلشون میخواد تغییر بدند؟ و بعد با خودمون گفتیم حالا اگه ما بودیم 1001 مشکل و اتفاق سر راهمون پیدا میشد. من جواب این سوالا رو پیدا کردم و دلم میخواد اونا رو با تو به اشتراک بذارم. مثل 2 دوست که روبروی هم میشینند و گپ میزنند. میدونستی آدمای موفق یه رازی دارند؟ راز موفقیت اونا عهدهایی که با خودشون میبندند. نه از اون قولها و عهدهای دم دستی ها، نه. اونها از عهد 3 مرحله‌ای استفاده میکنند. تا حالا شده به خودت قول بدی که از فردا ورزش میکنم ولی 2 روز نشده بزنی زیرش؟ یا به خودت قول بدی که حتما از فردا اون کار نیمه تموم رو انجام میدم ولی تنبلیت بگیره؟ اینها همون عهدهای دم دستیه. چون که ما عهد واقعی نمیبندیم و فقط نیت میکنیم و امید داریم که در آینده اون کار انجام بشه. شاید بگی پس عهد واقعی چیه؟ عهد واقعی یه پیمان محکم
با خودته، به دور از تصمیمات احساسی مثل وسوسه، خشم یا ترس. برای اینکه تکنیک عهد 3 مرحله‌ای رو خوب یاد بگیرید، بذارید یه داستان افسانه‌ای کوتاه براتون تعریف کنم. قهرمان این داستان دریانورد یونانی بود که اسمش اودیسیوس بود. در اون زمان جنگ تروا تازه تموم شده بود و اودیسیوس به همراه ملوانان داشت برمیگشت به سمت زادگاهش. راه طولانی بود و پر از خطر، اما هیچ کدوم به اندازه سیرن‌ها ترسناک نبودند. به نظرت سیرن‌ها چی بودند؟ سیرن‌ها پریهای دریایی بودند که با صدا و آواز قشنگشون عقل از سر دریانوردا می بردند و اونها رو مجبور می کردند تا کشتی رو به سمت صخره‌ها ببرند. در نتیجه رفتن همانا و برخورد کردن به صخره‌ها و غرق شدن همانا. ولی اودیسیوس یه چیزی فهمیده بود و اون این بود که وقتی پای وسوسه میاد وسط، دیگه اون آدم منطقی نیست. در نتیجه قولهایی که به خودش داده بود یادش میرفت. حتی تصمیمهایی که قبلا گرفته بود نقشه برآب میشد. برای همین قبل از رسیدن به جزیره سیرن‌ها و مواجه شدن با خطر، همه دریانوردا رو روی عرشه کشتی جمع کرد و گفت من میخوام صدای پریهای دریایی رو بشنوم. فقط شما منو محکم به دکل کشتی ببندید، جوری که اصلاً تکون نخورم، و بعد شماها گوشتون رو با موم ببندید تا شما صدای پریهای دریایی رو نشنوید. کشتی هر لحظه نزدیک و نزدیکتر به جزیره میشد. آواز پریهای دریایی شروع شد. نه، این دیگه آواز نبود. جادو بود. وسوسه ناب. چشمای اودیسیوس برق زد. دیگه خودش نبود. فریاد زد. بازم کنید. یالا برید اون طرف. میخوام برم سمت سیرن‌ها. کشتی داشت از جزیره رد میشد. ملوان‌ها هم اصلاً توجه نمی‌کردند، چون چیزی نمی‌شنیدند. ولی اودیسیوس هنوز تقلا می‌کرد تا خودش رو از طناب‌ها آزاد کنه. اما ملوان‌ها طبق عهد قبلی که با اودیسیوس بسته بودند، طناب‌ها رو هرچه محکم‌تر می‌کردند. بالاخره کشتی بدون هیچ خراشی از جزیره رد شد. وقتی صدای پریهای دریایی قطع شد، اودیسیوس دوباره همون آدم منطقی قبلی شد. نفس عمیق کشید و متوجه شد تنها چیزی که باعث نجاتش شده اون عهدی بود که قبل از وسوسه شدن گرفته بود. خب عزیزم، داستان تموم شد. حالا با هم بریم بررسی کنیم که اودیسیوس چطوری از این تکنیک عهد 3 مرحله‌ای استفاده کرد. ببین، اولین نکته‌ای که این داستان میخواد به من و تو بگه اینه که ما آدما توی زندگیمون کم و بیش گرفتار تصمیمات احساسی و یا وسوسه شدیم و همین تصمیمات نادرست باعث شده توی کمترین لحظه قول و قرارمون رو زیر پا بگذاریم. ولی انسان موفقه که قبل از خطر یا وسوسه به فکر چاره باشه و تصمیم بگیره که به این تصمیم عهد پیشگیرانه گفته میشه. مثل قهرمان داستان که قبل از رسیدن به جزیره سیرن‌ها تصمیم گرفت و با دوستانش صحبت کرد و عهد بست، چون میدونست وسط وسوسه، وسط ترس و هیجانات آدم دیگه اون آدم سابق و منطقی نیست. حالا بریم سراغ دومی عهد که عهد محدود کننده اسمشه و تو این داستان بسته شد.
عهد مسدود کننده میگه برای جلوگیری از وسوسه محیط اطرافت رو طوری طراحی کن که نتونی اشتباه کنی. فکر میکنی کجای این داستان عهد محدود کننده بسته شد؟ بله، دقیقاً اون جایی که اودیسیوس به ملوانها گفت منو محکم به دکل کشتی ببندید و به ملوانها هم گفت گوشهاتون رو با موم بپوشونید. رسیدیم به آخرین عهد که اسمش عهد واقعیه و خیلی مهمه. عهد واقعی میگه به خودت احترام بذار و اگه قول و قراری میذاری برای خودت حتما پایبندش باش. مثل عهدی که قهرمان داستان ما با دوستانش بست و همگی تا آخر وفادار به عهدشون باقی موندند. خب عزیزم، به پایان این ویدیوی آموزشی رسیدیم. من و تو یاد گرفتیم که آدمای موفق یه فرق کوچیکی با بقیه آدما دارند. اونا نه عاقل‌ترند و نه خوش‌شانس‌ترند. اونا فقط قبل از خطر شروع به تغییر میکنند و قبل از اینکه وسوسه بشند هم با خودشون عهد واقعی میبندند. اونا یه کار دیگه هم میکنند. منتظر شرایط ایدئال هم نمیمونند. از همون جایی که هستند استارت میزنند و تغییر میکنند. قبل از اینکه جهان چکش تغییرش رو به سمت اونا نشونه بگیره. اگه این آموزش بهت کمک کرد تا برای بهبودی زندگیت قدمی برداری و تغییر کنی، لایک کن تا این ویدیو به بقیه هم پیشنهاد بشه. لطفاً تو کامنت ها هم بنویس تو زندگیت کجاها لازمه که عهد واقعی مثل اودیسیوس ببندی. و اگه دوست داری داستان‌های آموزشی بیشتری برات بگم، حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.